شازده احتجاب می‌دانست که دنیا جای آسانی نیست. هر روز، هر لحظه مردم با صورت‌هایی که هیچ چیز از دلشان پیدا نبود از کنار او می‌گذشتند. او می‌دید که هر کس در پی خوشبختی است، در جستجوی لحظه‌ای آرامش یا رضایتی کوتاه، اما هیچ کس آن را نمی‌یافت. همه در میان تلاطم روزمرگی‌ها و آرزوهای ناپایدار خود گم و سرگردان بودند. انگار هیچ نقطه امنی برای رسیدن به خوشبختی وجود نداشت. و خودش در میان تمام این سرگشتگی ها سعی می کرد معنا و حقیقتی برای زندگیش پیدا کند، حتی اگر این معنا چیزی جز سکوت و انتظار نباشد. اگه این ویدیو برات مفید بود میتونی با سابسکرایب و لایک ازم حمایت کنی. همین کمک های کوچیک باعث میشه ویدیوهای بعدی سریعتر به دستت برسه.